مثلا اگر بکنیم مسئله رقم 465 قسم تکرار موضوعهای گذشته کتابی صنف 11 گفته است که یک حفظ بوده است، یعنی حفظ با واسطه دو تا چوبک پر می شده است. چوبک یکم بعد اینکه 4 ساعت کار میکند، چوبک دوم همراه میشه. چوبک دوم در کار میدارند. سال حفظش یک جای با 8 ساعت دیگه کار کردگی بود که آب حفظ تو شد. اگر که چوبک یکم علاوه خودش حفظ پر میکرد 8 ساعت پر میکرد. 8 ساعت زیادتر وقت نسبت به چوبک دوم حفظ آب پر میکرد. شما یابید که هر یک چوبک علاوه اگر حفظ با آب پر کند در چند دقیقه پر میکند. اینه ببینید اول برای مسئله کار کردن چیزهای داده شده شروع کرده نوشتن و چیزی نامعلومه یکان حرفی که گزارش کردن و ثانی واقعی استفاده برده یکان فرمول ساختن بودن یا زینه‌های اساسی حل مسئله های متنی بودن است. ما همین کار اجرا میکنیم. ما وقت یافتن مذاکره که ایشون علاوه هر دو چوبک در چند مدت در چند ساعت حفظ پر میکنن. بنابراین نامعلومه ما چوبک دوم رو اگر x بگیم در x ساعت تمام حفظ رو پر میکنه بگیم چوبک یکم در چند ساعت پر میکنن تا موافق شرط مثلا x جمعی 8 ساعت اندر پر میکنن. اگه تمامش در یک ساعت چوبک دوم یک تقسیم x حصه حفظ آب پر میکنه. چوبک دوم یک تقسیم x جمع 8 حصه پر میکنه. در 4 ساعت اول چوبک دوم 0 هیچ کار کردگی نیکو. در 4 ساعت اول باشد چوبک یکم کار کردگی 4 تقسیم x جمع 8 میخواد می. اگه در 8 ساعت باقی مانده هر دو چوبک برابر کار کردگی. بنابراین چوبک دوم 8 تقسیم x حصه حفظ را پر کردگی. چوبک یکم باشد 8 تقسیم x پلوس 8 حصه حفظ را پر کردگی. هر دوی آنها هم جایه اندام قدر کار کردگی. حاصل جمع هر دوش ده اگر در 4 ساعت جمع در 8 ساعت کاری هم جایه هر دوشون رو جمع کنیم تمام حفظ پر شدگی که این به یک حصه برابر است. تمامی حصه های حفظ جمع کنیم با همه حصه های جمع کنیم یک تا واحدی تامشون نشه کار کنم. بنابراین همین معادله رو حل میکنیم که خیلی ساده اسکریم نمی‌خورد. معادله کوادراتی حل کنیم جواب میاد که 16 ساعت دیگه است. لیکن اینجا در 16 ساعت ما چی گزارش کردیم؟ چوبک دوم. پس معلوم شد که چوبک دوم در 16 ساعت علاوه‌ای کار کند حفظ پر میکرده است. چوبک یکم باشد که x جمع 8 16 جمع 8 در 24 ساعت چون است در علاوه‌ای حفظ را پر میکرده است. مثلا همون فهمون بچه‌ها اگر فهمون باشد همه ما فقط یک تا